الهام یوسفی هستم، 29 سالمه. یادم میاد که از کودکی با کاغذ و مقوا و کاردستی همیشه مشغول به کار بودم. همین موضوع باعث شد که برای مقطع دیپلم من بخوام رشته صنایع‌دستی رو انتخاب بکنم و از اونجا شد که با رشته قلمزنی آشنا شدم. برای تحصیلات آکادمیک هم تصمیم گرفتم که در مقطع کارشناسی رشته صنایع‌دستی رو ادامه بدم و برای مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه هنر اسلامی تبریز تنها دانشگاهی بود که در مقطع در واقع گرایش فلز رشته‌های مختلفی رو ارائه میدادن و کارگاه‌های فعالی داشتن و همین موضوع منو ترغیب کرد که برای ادامه تحصیل در واقع در تبریز مشغول به کار بشم و اونجا با استاد محمد حیدری گرامی آشنا بشم و افتخار شاگردی ایشون رو داشته باشم. برای اینکه چک بکنیم سیاهکاری‌های ایجاد شده رو موقتا از واکس استفاده می‌کنیم که ببینیم که به چه صورت شده خروجی کار.